یه حقیقت تلخ ولی واقعی وجود داره. بعضیا هیچ وقت وارد رابطه عاشقانه نشدن. نه چون زشتن، نه چون آدم اشتباهی هستن. فقط زندگیشون یه جوری جلو رفته که عشق از کنارشون رد شده. و کمتر کسی میفهمه این موضوع چقدر روی روان آدم تأثیر میذاره. خب بیاین از اول شروع کنیم. آدمایی که هیچ وقت رابطه نداشتن معمولاً از کوچیکی یه چیز رو خیلی خوب یاد میگیرن. تنها بودن و قوی بودن و. از همون سن پایین یاد گرفتن همه چی رو خودشون حل کنن. احساساتشون رو قایم کنن. به خودشون بگن عیبی نداره. خودم درستش میکنم. ولی همین جمله ساده سالها ازشون انرژی میگیره. از نظر روانشناسی خیلی از این افراد دچار چیزی میشن که بهش میگن اجتناب عاطفی آموخته شده. ذهنشون کم کم باور میکنه که رابطه یعنی خطر. نه اینکه رابطه بده، نه. ولی یه صدای پنهون توی مغزشون میگه آرامش یعنی کنترل. رابطه یعنی از دست دادن کنترل. برای همین همیشه فاصله مطمئن رو نگه میدارن. اولش همه چیز عالیه. پیام میدن، حرف میزنن، نزدیک میشن. ولی همین که حس کنن طرف مقابل واقعا داره نزدیک میشه، ناخودآگاه عقب میکشن. نه از بی‌علاقگی، نه از ترس آشکار شدن. از بیرون این آدما کاملا عادی به نظر میان. شوخ‌طبع، مهربون، باثبات، مستقل، حتی جذاب. اما داخلشون یه جنگ خاموش همیشه روشنه. با خودشون میگن اگه وارد رابطه بشم و خراب کنم چی؟ اگه کافی نباشم چی؟ اگه طرف بره چی؟ برای کسی که هیچ وقت رابطه نداشته، اولین تجربه مثل پریدن از ارتفاعه. نمیدونی پایینش آب هست یا زمین. یه چیز دیگه هم هست. چون تجربه واقعی ندارن، معمولاً توی ذهنشون نسخه های خیلی ایدئال و تخیلی از رابطه ساختن. وقتی یه آدم واقعی با ضعف‌ها و عجیب غریب بودنای طبیعی خودش وارد میشه، ذهنشون گیج میزنه. هم دلشون میخواد رابطه رو تجربه کنن، هم میترسن تصویر ذهنیشون خراب شه. و شاید عمیق‌ترین قسمت ماجرا همینه. آدمایی که عشق رو تجربه نکردن، عشق رو خیلی جدی‌تر از بقیه میگیرن. براشون رابطه یه چیز معمولی نیست. کمیابه، ارزشمنده. برای همین قبل از وارد شدن 100 بار فکر میکنن. تحلیل میکنن، خودخوری میکنن. این تنهایی طولانی هم کم کم اثرشو میذاره. روی اعتماد به نفس، روی تصویر ذهنی، روی این احساس همیشگی که شاید مشکل از منه. اما واقعیت اینه. بعضیا دیرتر وارد رابطه میشن چون ذهنشون دیرتر اعتماد میکنه. معیارشون ظاهر نیست، پول نیست، هیجان نیست، احساس امنیته. و روانشناسی میگه آدمایی که دیرتر عاشق میشن وقتی بالاخره وارد رابطه بشن یکی از وفادارترین، عمیق‌ترین و واقعی‌ترین عشقا رو میسازن. چون سالها خودشون رو شناختن. چون عشق براشون بازی نیست. چون تو رابطه دنبال نمایش نیستن. دنبال آرامشن. اگه تو هم هیچ وقت رابطه نداشتی، بدون که عیب نیست. این فقط فصل زندگی توه. بعضیا دیرتر به آدم خودشون میرسن. اما وقتی برسن، اون رابطه ارزش تمام سالهای تنهایی رو داره. حالا تو بهم بگو. تا حالا وارد رابطه شدی؟ به نظرت دلیل اصلی این تجربه نکردن چیه؟ توی کامنت ها برام بنویس.